درود بر همگی دوستان، باز برگشتیم با ویدیو دیگه. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. دین دین دین. امیدوارم که از سری پادکست های اخیر ما خوشتون اومده باشه. تکون نخور، نویز میده. خب سلام برعکس یوتیوب. سلام یوتیوب. سلام یوتیوب، خوش اومدین به سومین قسمت از پادکست های خودمونی سری دانشگاه آزاد. برعکس گفتم. چی رو گفتی؟ یوتیوب سلام. داشتم حرف میزدم. بفهم. خوش برگشتین به قسمت 3. خوش برگشتین. خب بله، به قسمت 3 از سری پادکست های خودمونی. مثل روال هر هفته اومدیم راجع به دانشگاه آزاد و اتفاقات توش صحبت کنیم. ببخشید اگه هفته پیش ویدیو نداشتیم، به جاش پادکست جنگلی داشتیم و با استقبالای گرم و خوبتون مواجه شدیم. خوشحالیم که از این پادکست استقبال کردین و از ویدیوش و از طرحش خوشتون اومد و دیگه ما کم کم از ویدیو اول تا الان داریم پیشرفت میکنیم، چه تو حوزه صحبت کردنمون و چه تو حوزه ویدیو سازی. انشالله به زودی این دین 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 جدیده. انشالله به زودی ویدیو داریم. ویدیوهای چرا قول الکی میدی؟ از قسمت یکی داری قول میدی تا قسمت آخر. خب چیکار کنم، بالاخره باید بیام دیگه. یک سری مشکلات هست. آره. ولی خب انشالله با برطرف کردن اونا حتما با بتمن ویدیو خواهیم داشت با بتمن. با دوست خوبم بتمن. حتما. پس بیا بخر برام یه حتما چیه؟ اون هیتمن مگه نبود؟ نه هیتمن بود، میرفت تفنگ بازی. فنای هیتمن تو کامل آقای محو 21 بود. چی؟ این پشت گردنشون هیتمن داشت. نه یه کدی داشت. مأمور 21 میتیکومون؟ اون که یه چیز دیگه بود. خب آقا ولشون، دور نشیم. بچه‌ها دیگه از جوک بازی و خنده بازی ما بعدشون اومد دیگه. خیار شدیم، خیار نمک رو خیار شدیم. ما خیاریم به بچه‌ها. هر دو جوره. اینجا رو کات کن. نه ما ریل فقط ریل همینجوری ادامه میدیم. این هفته چی شد دانشگاه؟ بدبختی همش. این هفته تازه شروع شد. هفته پیش چی شد؟ آره دیگه ما از هفته پیش میگیم. هفته پیش هفته سختی بود. مشغول خیلی کار بودیم. خسته نباشی. مشغول خیلی کار بودیم. خیلی مازنده. مشغول خیلی کار بودیم. آره مشغول کار بودیم و حسابی ماکت ساختیم و میان ترما پیش روی ماست. متاسفانه همه استادا بخشنامه اومده گفتن که همه باید میان ترم بگیرن و ما 4 تا درسمون قصد میان ترم گرفتن دارن. بعد دیگه خیلی اذیتیم. یوفوه. آره یه یوفو از کنار استودیو رد شد، ما داشتیم به اون توجه میکردیم. آره من خودم هم به شخصه تا الان فکر کنم 2 تا میان ترم دادم و بازم میان ترم داریم. آره واقعا 2 هفته دیگه امتحانات شروع میشه دیگه یه جورایی. و من خودم اگه بخوام بگم از این هفتم چیزی که خیلی واسم جالب بود، ما کی بود؟ 3 شنبه بود فکر کنم. آره یا 4 شنبه بود. 4 شنبه هفته پیش ما یه کلاسی داریم. استادش قبل این هم نمی اومد، یعنی اینجوری بود که 2-3 جلسه قبل عید اصلا نیومد و بعد عید هم باز 2-3 جلسه نیومد. چون چند جلسه؟ 6 جلسه. این استاد 6 جلسه نیومد سر کلاس. این هفته دیدیم اومد. ما رفتیم سر کلاس دیدیم بالاخره استاد اومد. بعد اینجوری بودیم که خب شما کی هستید؟ ما کی هستیم؟ رفتیم نشستیم 2-3 ساعت 1 ساعت نشستیم. نه منظورم میخوام بگم 2-3 دقیقه آشناییت و فلان و اینا. بعد گفتش که آره من خودم این ترم نمیخواستم فلان کنم و بیسار کنم و نمیخواستم یه درس رو بردارم. بعد ما اینجوری بودیم حالا ما تکلیفمون چیه؟ این درس رو برداشتیم چی امتحان بدیم؟ اصلا همون چی امتحان بدیم. بعد درس تخصصی من درس اونم مهمه، یعنی ترمای بعد لازم میشه یه جوری که دیگه خودمون هم حتی بخونیم، حتی ترم بالایی هم میخونن. پیش نیازه پس. آره
بعد گفتش که آره من کلا یه فصل بیشتر درس نمیدم، میان ترم هم نمیگیرم، یه راست میرین امتحان دیگه، یه راست میرین امتحان. رو گفتیم باشه چه بهتر و فلان اینا. این داستان مال 2 هفته پیشه، یعنی الان که میخوام این هفته رو تعریف کنم جلسه دوم همون کلاسه میشه. ما رفتیم سر کلاس، بچه‌ها اومدن، یه سریا ما تو ساختمون 6 می‌خواستیم بریم، بچه‌ها میدن ساختمون 6 یه طبقه همکف داره دیگه، دیدیم بچه‌ها رو اونجا میگفتن آره نیومده استاد و فلان و اینا. باز گفتیم یعنی چی؟ گفت ما تازه میایم، یعنی ما می‌خواستیم بیایم دوباره، بعد گفتن نیومده. گذشت بعد 45 دقیقه دیدیم ما دوباره یهو تو ساختمون 6. بعد بچه‌ها دیگه خیلی کفری شده بودن، یه سری گفتن نمیایم می‌خوایم حذف کنیم. ما رفتیم سر کلاس نشستیم، استاد گفت چیه چجوریه؟ برگشتم گفتم استاد حذف کردن اکثریت. بعد من هم گفتم من خودم سر کلاس بودم فقط. بعد برگشت گفتش که آره دیگه، یا حذف کنی یا من به احتمال زیاد حذف میکنم کلاسو. یعنی این درس رو میخواد خودش حذف بکنه، حالا معلومم نیست میذارن حذف بکنه، اون رئیس گروه رئیس چی میتونه حذفش بکنه یا نه نمیتونه، معلوم نیست چی. ولی میخوام بگم که این اتفاقات توی دانشگاه آزاد افتاده و دست ما هم به جای بند نیست. اتفاق عجیبی برای ما افتاد. دقیقاً همون روز سه‌شنبه هفته پیش، همونطوری که من کار داشتم که قرار بود بیای که نیومدی. آره خب احتمالاً گیرمی استادت بودی. بله آفرین. آفرین. آره. بعد ما ساعت 1 کلاس داشتیم، من جای کار داشتم و منتظر بودم. بعد دیدم که خب میخواستم دیرتر برم سر کلاس، ساعت 1:30 شد و دیدیم بچه‌های کلاسمون همه دارن برمیگردن به جای که برن. اونایی که تو بودن داشتن برمیگشتن. بعد یکی دیگه بچه‌ها بود کنار من و مثلا کنسل شده چی شده اینا. من که خب سر کارم بودم هنوز و گفتم تو برو ببین چه خبره. بعد رفتن و بعد دیگه مثلا تو گروه گذاشت که آقا مثلا کلاس کنسله دیگه، بچه‌ها برگشتن، همه گفتن آقا استاد نیومده. استاد نیومده بود چون طبق قانونی 2 واحد بود. آره ما نیم ساعت میتونستیم بیایم بیرون دیگه. بچه‌ها اومده بودن بیرون و بعد دوباره بعدش تو گروه گذاشتن که استاد اومد. بعد نیم ساعت، بعد 45 دقیقه خب دیگه یه رو بعدش بعد استاد اومد و بعد خب بچه‌ها خیلی هم مثلا رفته بودن خونه هاشون دیگه. بعد دانشگاه رفتن. آره رفته بودن، بعد غیبت هم خورده بودن. بعد استاد که برگشت گفته که آره یه دختری هم اونجا بوده، بچه‌ها که همه تو کلاس بودن یه دختره هم بوده اونجا. بعد استاد گفته من به این گفته بودم که کلاس ساعت 1 برگزار میشه. بعد اینم به بقیه این به این گفته بوده، ولی این به هیچ کس نگفته بوده که آقا شما که اینجا نشستین علافین، منم اینجام، شما دارین میرین. استاد همون لحظه که بچه‌ها رو دیدم نگفته اصلا. بعد نگفته که آقا استاد گفته 1:30 میاد مثلا. منتظر شدن دیگه همه قشنگ رفتن و بعدم اصلا کلا هیچی نگفته. هیچی دیگه. یه سری‌ها که ماها همه غیبت خوردیم و بعد استادم الکی نمیدونم سر لج و لجبازی و اینا اونجا اصلا یه درس مهم بوده، همونم داده و یه تیکای ریزشو گفته. بعدم گفته هفته بعد میان ترم میگیرم. یعنی این همه کلاس نبودن، غیبت هم زده. بعد تقصیر ما هم نبوده، شما دیر اومدی اوکی اعلام کردی، اعلام قبلی کردی، ولی به این گفتی اولا که بعد به نماینده میگفتی، نماینده میذاشه تو گروه. اگرم به نماینده هم نبوده این نماینده که دیگه از عزیزانمونه که کامنت بذاره. آره نماینده هم نگفتی، به یکی دیگه گفتی، اونم به هیچ کس نگفته، همه زدن بیرون از کلاس. خب طبیعیه دیگه. حالا هم غیبت زدی، هم لج کردی گفتی میانتر میگیرم، هم درس اصلا نصفه دادی کلا. بعد از همون درس مهم سختی که اونجا هست دادی میانتر عضو همونه. خب اصلا ما چیکار بکنیم؟ چه گناهی کردیم ما؟ خیلی عجیب بود. این هفته دارین دیگه، حالا سه‌شنبهشو بریم ببینیم چیکار میکنه چیکار نمیکنه. اگه میانتر بگیره تو گروه بهش نگفتین؟ چرا قبول نکرد که این خانم اصلا بچه‌ها هم اونجا یه عالمه بهش گفتن آقا اصلا ما نمیدونستیم. خانم هم هست خیلی مودیه و ما نمیدونستیم مثلا همچین چیزی این خانم نگفته به ما. بعد دختره میگه نه من 2 هفته پیش اصلا 2 هفته پیشی وجود نداشت. یعنی چی؟ من اصلا استاد خودش زودتر گفته بود. من 2 هفته پیش چجوری میدونستی؟ تو گفتی پیش گفته که تو چجوری میدونستی 2 هفته پیش؟
آره دیگه یکی از اتفاقات استادم گردن نگرفته. بعد گردن نگرفته. یکی از همون عزیزی که با من بود که قرار بود بهش گفتم برو ببین چه خبره که تو گروه همون گذاشته بود که آقا یکونیم بیاین. نه تو گروه همون گذاشته بود که کلاس کنسله دیگه. آره اونی که گفته بود کلاس کنسله رو گفته تو حذفی. جدی؟ آره اه. آقای سین جیم ساد بنده خدا آره حذفش کرده. واقعا هست شو؟ آره بهش گفت تو حذفی. حالا یه شاید الکی گفته. نه خیلی خانم جدی هستن. او. چون اعلام چجوری استاداتون تو که گروهاتون هستن؟ آره چجوری؟ ما واسه هر درس گروه جدا داریم دیگه. ما هم داریم. البته هنوز اکثرا نگفتیم رشتمون چیه. استادا نیستن. حدس نمیزنن دیگه. من نمیدونم. من تا حدس نزن تو میخوای بگو. تا حدس نزنن تو کامنت من نمیگم رشتم چیه. اونایی که میدونن نیان بگن اونایی که نمیدونن مخاطبای جدید. اونایی که بیان بگن اینه من تکذیب میکنم. اشکان خطیبی. آره اشکان خطیبی میگم. تو تکذیب کنی خب بقیه میفهمن دیگه. خب نه دیگه تکذیب میکنم دیگه. تو الان میگی تکذیب کردم. خب نه میگم خب شاید یه دونه تکذیب کنم یه دونه نکنم. مافیا کیه؟ مافیا من دیگه. شب‌های مافیا. آره دیگه شب‌های برره. تو کنستانتینی. کنستانتین که عضو شهروندا بود. پدرخوانده. نه بی پدر. بیالا چیز بدی گفتی اشکال نداره. چیز تو سلاخی میکرد کی بود؟ دکتر لکتری. نه سلاخی میکرد کی بود؟ یادم رفته. نمیدونم. اگه بچه‌ها کمک کنن یه آقای رفیقی داریم و مافیا بازه خیلی هم عشق خیلی کامنت جدی داره. خیلی جدی. آره بیا تو کامنت ها بگه اونی که سلاخی میکرد اسمش چی بود. بازی مافیا رو اگه تونستی توی کامنت توضیح بده. دمت گرم. نه الان میتونیم بفهمیم بچه‌ها که میگن ویدیوتون تا آخر دیدن یا ندیدن. الان اون شخصی که ما کارش داریم اگه بیاد الان کامنت رو همین الان ویدیو رو استاپ کنه اصلا لازم استاپ کنه. استاپ نکنه؟ لازم استاپ کنه. خب گوش همون رو زارد زیرش میزنه. آره دیگه میتونه بیاد کامنت رو چک کنه کامنت رو بذاره. چی میگی؟ ما چکش کنیم. اگه درست بود لایک میدیم. آفرین. تمام شد و رشت. بهترین کار. شما یه خاطره دیگه هم قبل ضبط داشتی تعریف می‌کردی یا گفتی میخوام بگم خیلی مهم بود. چی بود؟ یه چیز دیگه که خیلی رو مخ من رفته امتحان زبانه. من واقعا تا الان نمیدونم امتحان زبان باید چه کار کنم. آفرین. الان میگن هست، میگن نیست. الان باز گذاشته بود. آزمونک باز اصلا گفته بودن امروز آزمونک قرار باشه بعد باز نشده اصلا. بعد گفتن پس احتمالاً فردا اصلا چه احتمالاتی. نه آزمونک داریم. چه مالی. نمیدونیم آزمونک کیه، نمیدونیم امتحان داریم نداریم. باز بخشنامه اومده گفتن نداریم. من نمیدونم دانشگاه آزاد داره چیکار میکنه. یکی داشت جوکی تعریف میگفت که یک مدرسه نیمسازی داشتیم میرفتیم. نیمه ساز داشتیم نیمساز مال زاویه بود نه؟ الان یادم نیمساز زاویه ریاضی. نیمساز زاویه ABC رو به دست آورد. آره. یه مدرسه نیمه ساز یه مدرسه نیمه سازی بود و بعد یعنی یه جوری که وقتی استاد داشته یه معلمه داشته درس میداده همزمان گچکار هم اونجا داشته مثلا مالکشی میکرده. یارو چیز میکنه داشته مثلا ریاضی درس میداده میگفته این سوالایی بود قدیم درس میدادم مثلا استاد مهدی این فلان را در 2 روز مثلا گچکاری میکنه در 5 روز چند تا رو اگر استاد فلانی در 4 روز بکنن استاد اون یکی دیگه گفته در چند روز میکنن. اما میگفت استاد غلط کرده خودم کنترات برمیدارم بیا چون زنی اینجوری بهت گفتم با خیلی بالا که اصلا خنده دارم من کیرینجی هست. اونایی که خندیدن تو کامنت بگم اونایی که نخندیدن هم بذارن کیرینج بید. پوکر بدن دقیقه الان رو ریپلای کنن. آفرین. بزنن پوکر. نمی‌کنن کامنت کمه نمیدونم چرا. لایک کامنت ویو اولین ویدیومون 110 تا بعد شدیم 21 بعد الان 14 تایم. نمیدونم چرا. یکم ببین چرا من احساس میکنم که اون ویدیویی که ما دادیم بیرون اولین ویدیویی که دادیم بیرون اینجوری بود که شورت هم همزمان باش دادیم بیرون. نه به خاطر شورت نبود. چرا؟
نه جدی شورت ما دادیم بیرون. بچه‌ها دلیل خنده منو شما متوجه نمیشید، ایشون متوجه میشه که دیده من چی کار کردم. خب اینجوری که گفتی همه فهمیدن دیگه فکر کنم. آره همزمان اگه فهمیدن اعلام کنن استیکرش هست، استیکرها میتونم بفرستم. این آقای من خیلی بیادب تشریف دارن. نداره. آره فکر کنم به خاطر همین بوده، چون ویو اون 500 تا بود بعد همزمان اینش تو 110 تا. نه ما میدونیم که داستان ها از کجاست و به زودی درست خواهیم کرد که جذابیت های بیشتری داشته باشه حتما برای همین الانشم به نظر من خیلی جذابیت داره. آره. من خودم اگه همچین پادکستی داشتم واقعا گوش میدادم. چی پادکستی بود فکر کنم بچه‌ها دانشگاه ما رو نمی‌شناسن. اگه بتونیم یه جوری اطلاع رسانی کنیم تو کل دانشگاه بچه‌ها بیان ببینن، تو کانال حتما میذاریم. آره میتونیم بذاریم اکثر بچه‌ها بیان چک کنن. یه کانال حتما تو کانال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد میذاریم حتما. آره بیان بچه‌ها ببینن. نظراتشون هستن حتما بهشون میگیم که لطف کنن. آره اگه بچه‌ها جدید هستین طبق معمول اولین ویدیو ما رو بریم ببینین، بعد اگه دوست داشتین ویدیو بعدی میتونین ببینین، ولی اولین ویدیو رو ببینین بعد آخرین ویدیو رو ببینین همیشه دستتون میاد. آفرین. آره این چیز خوب. سری پادکست های جنگلی هم که مخصوص توضیح رشته های دانشگاهیه. آره اینا که اصلا مشخص شده. دفعه بعدی با رشته پرستاریم، ولی اگه باز رشته دیگه مد نظرتون بود بیاین بگین. آره پرستاری هم خوبه. آره شما دیگه خاطر دیگه نداری؟ پرستاری هست، عمران هست، کامپیوتر هست، چه میدونم دندون پزشکی هست، پزشکی هست. خیلی خوب دوستان متنوع داریم. لاستیک سازی هست. لاستیک فروش. اصلا لاستیک سازی نداریم. میسازن دیگه. لاستیک از کجا میاد؟ کارخونه. کارخونه چی میشه؟ لاستیک ساز. میریم با رؤسای کارخانه لاستیک سازی مصاحبه میکنیم. آره. بعد اگر که حمایت بکنید و دوست داشته باشید حتما یه سری ویدیوها داریم از یه چیزی اومد به ذهنم، کسب و کارها. میتونیم که با کسب و کارهای نزدیکانمون که بالاخره خب به یه موفقیتی رسیدن حتما ویدیو بگیریم، پادکست داشته باشیم که شما اطلاع داشته باشید راجع به نحوه کارشون، حدود درآمدشون. نه ما درآمد کسی رو اعلام نمی‌کنیم. حدودشو دیگه. حدودش هم بی حدودش. حدودشو میتونیم اعلام بکنیم. بعد حساسیت‌های کارشون و خلاصه راجع به اون مثلا شغل حسابی بهتون اطلاعات خواهیم داد، مثل همین چیز، مثل همین رشته حقوقی که ویدیوشو ضبط کردیم. تو اون ویدیو هم گفتی بچه‌ها کامنت خروس نذاشتن. نه نذاشتن. بوقلمون یا خروس. آره. حقوق نیست. حقوق. آره بوقلمون چی میگه آقای مه؟ اگه دوست داری نمیدونی. می‌خواستم یه چیز دیگه بگم. شما تا حالا ساختمون 6 طبقه آخر رفتی؟ اصلا همین امروز کلاس داشتم. سایت کامپیوتری رو میگی دیگه. سایت کامپیوتری آره. یه در داره اونجا، معلومه در کورته. آره در شما هم دیدی؟ آره. در چیه؟ شما که رشته تو ساخت و سازه در رو برای چی زدن اونجا؟ اصلا درشون چجوری گذاشتن؟ در رو من چجوری اونجا گذاشتن؟ همون در چجوری گذاشتن؟ عجیبه واقعا اون در. بعضی اوقات که ساختمون شلوغ میشه از اون دو لاین اینور نمیتونیم راه بریم، ما از اون در رد میشیم، بعد بعضی از اون دره که رد میشن گم میشن، تلپورت. آره تو اون ساختمون یه آقایی دیدی میاد سیمیمو وصل میکنه و تمیز میکنه. آره مخصوص کارش همونجاست. آره تا حالا برخورد کردی باهاش؟ آره باهاش صحبت کردم. چیزی صحبت کردی؟ گفتم سلام خسته نباشید، کنترل اسپلت بدین. گفتن اسپلت پنلش هست موتورش نیست. نداریم. هفته پیش کلاسمون آدم گیریه. ما که با تک و توک میریم تو اون ساختمون کلا آدم خیلی گیریه. شما به شدت آدم گیری هستی. دقیقاً. نه من آدم گیری نیستم، من اتفاقا آدم در کمد من شما گیر دادی بهش از پادکست اول. هی چلینگ جاش خوبه. خب جاش خوبه، من دستم میخوره بهش باز میشه. آره خلاصه ما هر دفعه میریم تو این ساختمون، نمیدونم از دقیقاً تا تو ساختمون 6 کلاسه چیشو رفتی دیگه، سایت داری یعنی با کامپیوتر کار کردی دیگه. ما فقط همونجا رفتیم مثلا. نه منظورم که با سیستما کار کردی دیگه. چه جوریه دیگه. یه روز که کیبورد خرابه،
یه روز نمیدونم موس خرابه، اینترش کار نمیکنه مثلا، اما اسپیسش خراب. من نمیدونم این همه ما شهریه میدیم اینا کجا میره. من میرم توی پاساژ مرسل، اصلا هر پاساژی که شما بگین یک کیبورد نمیدونم فراسو مدل معمولی فکر کنم دیگه تهش 500,000 تومان باشه واقعا. آره دیگه، نه با همون کیبوردا که اونجا هم 500 تومانه. ما چند تا سیستم داریم تو هر کلاس؟ 10 تا داریم دیگه، بیشتره. 10 تا داریم کلا. تو هر ردیف 2 تا هست، راحت 6 7 ردیف. بعضی از کلاس‌ها رو داریم میگه اون ببین تو کلاس اون کلاس اون کلاسی که ما الان تو اون کلاس 5 تا کلاسه ما تو اون کلاسی میریم که روبرو در تلپورته، یعنی این که کنج آره. دره، این دره، این بچه‌ها شما نمیبینید این که دره، این به در اون. به خدا فهمیدم. خوبه. آره دو تا این ور داره، یکی اون ور داره. تو ردیفش دو تایی داره یا یکی دو تایی داره، یکی داره. از این خب اصلا بعضی بگیم ماکسیمم 20 تا میشه چقدر؟ 20 تا 500 تومان میشه چقدر؟ 10 میلیون. 10 میلیون حقوقه، میگم حقوق شهریه یک نفر چقدر؟ یک نفر واقعا. خب اون یک نفر، خب اصلا من با اون کار ندارم. استادا پول میدم. من آمارشون در آوردم، افرادی که مخصوصا عضو هیئت علمی و اینا هستن و خب آدمایی که دانشگاه عضو هیئت درآمدی دارن، عضو هیئت علمی هستن باید بیان اینجا رو ساپورت کنن دیگه، نباید ساپورت کنن. کیبورد که خراب. ما هم بعد ماشاءالله بچه‌هایی داریم که شعوره. ببخشید هیئت علمی از لحاظ علمی ساپورت میکنه، نه باید مالی هم ساپورت کنه. چرا خودش پول علمشو بگیره ولی ما پول ساپورت علم اونو که داره نگیریم؟ اون از علم خودش تو هیئت علمی پول میگیره اما از علم خودش برای دانشجوها که دارن علم آموزی میکنن خرج نمیکنه. علمو خرج میکنه، پول نمیگیرن. حالا رشته شما اینجوریه که باید بری تو سایت کامپیوتر با پول بگیریم. ما بریم پول بگیریم. خودتو چرا مسخره میکنی؟ اونا پول نمیگیرن اصلا بی خیال ولش کن. جای بعضی بچه‌ها هستن که ماشاءالله شعور استفاده از کیبورد ندارن، تق میزنه اصلا یارو. به کنار میبینی دکمه‌های شماره همه اشتباهه، همه میکنن میزنن اینجا دیگه، فکر میکنن خیلی کار فانیه. جابجا میکنن 8 میگیره، اسپیس جاشو با یه چی دیگه عوض میکنه. خب تو خودت باید اس میزنی دی میگیره. ها اینا رو میدونیم، ما طبق عادت میزنیم اونا رو دیگه. نگاه میکنیم بعد میزنیم. حالا اگه دیدیم اشتباه باشه خودمون میزنیم. آره من زیاد به اینا برخوردم. ماشاءالله موسم که هیچ کدوم مثبت نداره، بعد غیژ بکشیم روی هر شخصی به شخصش باید بیاره خودش. آره خلاصه که یکم به نظر من بیشتر باید ما رو ساپورت کنن دیگه. ما این هفتهمون اینجوری بود و دیگه آقا من هم همه چی رو گفت و امیدوارم خوشتون اومده باشه از این اپیزود، از این قسمت 3 از پادکست خودمونی. و این قسمت دیگه خیلی خودمونی بود، خیلی گفتیم و خندیدیم و بچه‌ای که قبول دارن آقای من هی وسط حرف من میپره کامنت بذار. یادم میره اگه نگم. خب میگی نه یادم ماهی میره که نیست دیگه یادت میمونه. آره خلاصه ممنون از اینکه ما رو حمایت میکنید، نظرتون رو میگید، نظرتون خیلی برام مهمه و کلا اینجوری نظر محور داریم میریم جلو دیگه. ممنون از اینکه این اپیزودو گوش دادین و دیدین دیگه. جدیدن هم یه ویدیو کوتاه میذاریم روی تصویر که بچه‌ها ببینن. امیدوارم خوشتون اومده باشه و هر نظری دارین تو کامنت ها بگین، مثل همیشه میخونیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. خب و اینکه پیس. مرسی که به ما گوش دادید. یوتیوب خداحافظ. پیس اوت.